به نام خداوند بخشنده و مهربان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان گرامی قدر، یکایک شما را به برنامه نوبتی آشنایی با قرآن خیر مقدم میگویم. در برنامه گذشته چگونه نازل شدن قرآن کریم و چگونه نازل شدن وحی بر پیامبر صلی الله علیه و سلم صحبت کرده بودیم و امروز درباره چگونه قرآن کریم حفظ شد و چگونه از جانب صحابه ها نوشته شد و کتابت شد صحبت می نماییم. یادآور می شویم که مصاحبه همراه استاد ابراهیم سید نوری‌الدین. استاد شما را خوش آمدید می گوییم. خوش باشید، سلام باشید. خداوند در قرآن کریم چنین فرموده است: انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. همانا ما قرآن را فرود آوردیم و همانا ما آن را حفظ خواهیم کرد. استاد لطفاً می‌فرمودید چگونه قرآن کریم کتابت شد و چگونه حفظ شد؟ بله استاد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلاة و سلام علی سیدنا و نبینا رسول الله و علی آله و اصحابه و من والاه. تشکر زیاد استاد برای این برنامه جالب. امید داریم در این ماه قرآن بینندگان از این گفته ها بهره با خود گیرند و با قرآن بهتر و خوبتر آشنا شوند. آمین. در مسئله حفظ قرآن آنگونه که این آیه کریمه را تلاوت کرده در سوره حجر، خداوند عزوجل با استفاده از همه این حرف های تأکید خود به کفالت گرفته شده است که قرآن را حفظ میکند. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. 5 ادات تأکید استفاده شده علاوه بر خود شکل جمله که جمله اسمیه است که دلالت بر ثبوت و دلالت بر تأکیدی مضمون جمله میکند نسبت به جمله فعلیه در زبان عربی. در مورد حفظ باشد آنگونه که در برنامه قبلی ذکر نمودیم از آمدن جبرائیل علیه السلام نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم. همین که جبرائیل امین نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم آمده پیغام الهی را میرساند، رسول خدا صلی الله علیه و سلم از شدت رغبتشان به نهایت سخت میخواستند که قرآن را حفظ کنند و خواطر از این بودند که مبادا جبرائیل امین رود و آن آیه هایی که برای او آورد آن را فراموش کنند. خواطر از این بودند که دوباره به خاطر آورده نتوانند. بدین سبب از پس خواندن جبرائیل تکرار میکردند، میخواندند تا حفظ شود آیات های نازل شده. آیه های نازل شده را. و خداوند عزوجل پیامبر صلی الله علیه و سلم را از این کار منع کرد و فرمود لا تحرک به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه و قرآنه فاذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم ان علينا بیانه. یعنی هنگامی که ما برای تو قرآن نازل می نماییم لا تحرک به لسانك، تو از پس جبرائیل تکرار نکن، وظیفه تو فقط گوش کردن. تو خواطر نباش که فراموش میکنی. ان علینا جمعه و قرآنه، و روحده ماست که در سینه تو این قرآن را جمع میکنیم، حفظ میکنیم، می نویسیم که هرگز فراموشش نمی کنی. خواطر مباش. به همین خاطر فقط گوش انداز و گوش کن و اینکه تو حافظ این کتاب میشی و این کتاب را آنگونه که نازل شد برایت به یارانت و به امتت میخوانی، این به عهده ماست. این توانایی و این قدرت را برای تو میدهیم. گفته خاطر پیامبر صلی الله علیه و سلم را خداوند جمع کرد، مطمئن ساخت. یک بار گوش میکردن حفظ میشد، از یاد میشد. البته یک بار گوش میکردن حفظ میشد و هر سال یک بار در رمضان جبرائیل امین با پیامبر صلی الله علیه و سلم مدارسه قرآن. پیامبر صلی الله علیه و سلم برای جبرائیل قرآن را حفظ میخواندن. و در حدیث امام بخاری است که مادر عایشه روایت میکنن، پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن کان جبرائیل یعارضنی القرآن فی کل عام مره وعارضني هذا العام مرتين ولا اراه الا اجلی. یعنی هر سال من یک مرتبه قرآن را نزد جبرائیل میخوانم از حفظشان و امسال 2 مرتبه خواندم در ماه شریف در رمضان. و گفتن لا اراه الا اجلی، گمان میکنم که اجلم نزدیک شده باشد. بله. پس پیامبر صلی الله علیه و سلم پیشوای همه حافظان امت، سید حفاظ عالم است. اولین حافظ قرآن خود پیامبر صلی الله علیه و سلم است. استاد صحابه ها چگونه حفظ میکردند؟ از پیامبر صلی الله علیه و سلم نوشته میگرفتند یا از یاد میکردند؟ چگونه بود حفظ صحابه ها؟ بله استاد، واقعا اگر در تاریخ قرآن، تاریخ جمع‌آوری آن نگاه کنیم و مناسبت یاران پیامبر صلی الله علیه و سلم با قرآن در آغاز اسلام، واقعا در حیرت میمونیم. واقعا چیزی تعجب آور است. چون این قرآن را با شوق و ذوق عجیب
میپذیرفتن و حفظ میکردن و در حفظ قرآن با هم منافسه و مسابقه میکردن. افتخاریه که این بود که سوره بیشتر حفظ داند و هوس دختران یا زنان این بود که کسی به آنها خواستگار شود که چند سوره قرآن حفظ داند و حتی مهرشان را تعلیم همان سوره های قرآن قرار میدادند. راضی بودند که در عوض مهریم برای من همون سوره های قرآن را آموزد، کسی که شوهری آینده اش می شود. و مادر فرزندش را که می آورد نزد پیامبر صلی الله علیه و آله اگر می خواست امتیازی او را بیان کند می گفت این فرزند من چند سوره قرآن را می داند. و اگر شب کس بر پشت دری صحابگان و به پشت خانه های آنها می گذشت از درون صدای تلاوت به گوشش می رسید. بدین این شکل قرآن را پذیرفتن و حفظ می کردن و در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله که رسول خدا صلی الله علیه و آله در قید حیات بودن چندین صحابگان حافظ قرآن بودن کاملا. تصور کنید دوستان که گرچند که آیه های قرآن حالا به تمام نرسیده، حالا وحی دارد نازل می شود، لیکن همان قدر که نازل می شد آن را حفظ می کردن. صحابه هایی بودن که در حیات پیامبر صلی الله علیه و آله که حافظ قرآن بودن. اینها عبارت بود از خلفای چهارگانه حضرت ابوبکر و عمر و عثمان و علی، اینچنین عبدالله ابن عمر، عبدالله ابن عباس و زید ابن ثابت و حضرت معاویه و اینچنین حضرت مادرمان عایشه و ام سلمه و مادرمان حفصه. از انصاریان باشد ابی ابن کعب، معاذ ابن جبل و اینچنین انس ابن مالک و ابو زید. یعنی این همه صحابگان حافظان کل قرآن بودند که در حیات پیامبر صلی الله علیه و آله حفظ کرده بودند. خود امام قرطبی میگن در جنگ یمامه 70 تن از صحابگان حافظ قرآن به شهادت رسیدند. تصور کنید که در یک جنگ 70 نفر حافظ قرآن به شهادت میرسد که در عموم عدد آنها چند باشند. این در حیات رسول خدا صلی الله علیه و سلم. بعد گذشت پیامبر صلی الله علیه و سلم از دنیا عددهای بیشمار از یاران حفظشان را کامل کردن، حافظ قرآن شدند و حضرت عمر آنگونه که میدانیم اگر یک شهر والی میفرستاد حتما در پهلوی والی یک معلم قرآن هم میفرستاد. مثلا به شهر عراق حضرت ابو موسی اشعری را که یک حافظ از حافظان قرآن است و چنان صدای زیبا داشت که پیامبر صلی الله علیه و آله میگفتن اوتیت مزمار من مزامیر آل داوود، به آهنگ داوود علیه السلام تو قرآن میخوانی، که حضرت داوود علیه السلام به یک آهنگ زیبا زبور میخوانند که حتی پرندگان آماده گوش میکردن. این صحابی جلیل خوش صدا بودن. پیامبر صلی الله علیه و آله میگفتن مزمار از آهنگ‌های حضرت داوود را داری. و در حدیث دیگر میگفتن من قرائت تو را دیروز میشنیدم که زیبا میخواندی. و این صحابی خیلی خوشحال میشوند، میگن اگر میدونستن که شما گوش کرده ایستادید بازم زیباتر میخواندم. یعنی همین گونه در خواندن قرآن، در حفظ کردن قرآن خیلی شوق داشتن و مسابقه میکردن. و این ابو موسی اشعری را که حضرت عمر به عراق همچون قاضی میفرستد، در پهلویش عبدالله بن مسعود را همچون معلم قرآن میفرستد. یعنی تعلیم قرآن یکی از هدفهای اساسی خلیفه اسلام حضرت عمر بود و اینچنین از هدفهای بزرگ خلیفه اول ابوبکر صدیق. یعنی این گونه بود مناسبت یاران پیامبر صلی الله علیه و آله به آیه های قرآن. همین که آیه نازل میشد یا سوره نازل میشد به شتاب آن را شنیده به هوس حفظش میکردن و در نماز شبشان و در خانه هایشان همیشه آن را تکرار کرده می ایستادن. بله تشکر استاد. به یادم قصه زید ابن ثابت رضی الله عنه آمد که وقتی نزد پیامبر صلی الله علیه و آله آمدن و زید را تحسین کردن شدن، گفتن جوان بودن زید ابن ثابت، گفتن 17 سوره قرآن را حفظ بله خشتبارش و مادرش اینها میخواستن تحسینش کنن، به این خصوصیتش تحسینش گفتن که پسر ما 17 سوره قرآن را حفظ میداند. یعنی در عموم پیامبر صلی الله علیه و آله اونها را خیلی ترغیب میکردن. حتی عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه روز تلاوت کرده استادم که گفتن کسی خواهد که تر و تازه چگونه ای که قرآن نازل شده است بشنود، قرائت و تلاوت عبدالله ابن مسعود را گوش کند.
بله استاد همین گونه بود. خودی پیامبر صلی الله علیه و مقام و منزله اهل قرآن و حافظان قرآن را از بین یارانشان بالا میکردند و اظهار می نمودند که محترم است، گرامی است. ببینیم وقتی که میخواستن یک چند نفر یارانشان رو که دفن کنن، پرسیدن که کدامشان قرآنی بیشتر میدانند. اون رو اولا در قبر ماندن، از باب احترام و گرامی داشت. یعنی استاد معلوم میشود که تکیه اساسی بر حفظ دلها و ذهنها بود، چون اسباب نوشتن و چه بسیار کم بود. ولی با وجود همین نوشته شد. در زمان پیامبر صلی الله علیه و چگونه نوشته شد قرآن کریم استاد؟ بله استاد، مسئله کتابت قرآن مسئله معروف است در علم قرآن شناسی. کسانی که در تاریخ قرآن کتابت کردن این موضوع رو خیلی مفصل بیان کردن. این معلومات رو باید دانیم که قرآن در زمان پیامبر صلی الله علیه و به شکلی پره همه آیه هایش نوشته شد. یعنی اولا مرحله تدوین که کتابت که در زمان پیامبر صلی الله علیه و صورت گرفت و در چیزهای گوناگون، بعضا در پوست نوشته میشد، بعضا در سنگ‌های تخت سنگ‌ها، بعضا در پوستی درخت خرما، آنگونه که در حدیث آمده العصب واللخاف والرقاع، در چیزهای گوناگون نوشته شد در زمان که میسر بود. بله. بعداً در زمان حضرت ابوبکر صدیق قرآن را از این نوشته هایی که در اشیای گوناگون نوشته شده بود در یک مصحف، در یک قرآن جمع کرده شد. سپس در زمان حضرت عثمان از این یک قرآن های دیگری نسخه برداری شد. یعنی در دوره حضرت ابوبکر یک کتاب شد. بله این یک مصحف، یک قرآن در دست خلیفه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه بود و بعد گذشت ایشان در دست حضرت عمر باقی ماند طول خلافتشان. بعد وفات حضرت عمر در دست مادر مؤمنان همسر پیامبر صلی الله علیه و دختر حضرت عمر دست مادرمان حفصه قرار گرفت که حضرت عثمان از مادرمان حفصه درخواست میکند و این قرآن را گرفته از این قرآن امام میگفتند، قرآن اساسی اصل. از او دیگر نسخه برداری شد و به شهرها تقسیم شد. در عدد این مصحف هایی که نسخه برداری شد مؤرخان قرآن گوناگون نظرن. بعضی ها گفتن 4 نسخه برداری شد، بعضی دیگر 5 گفتن، بعضی ها 6. یکی به مکه فرستاده شد، یکی به شام، یکی به یمن و دیگری به بصره، دیگری به کوفه و یکی در مدینه باقی گذاشته شد. از این مصحف ها دیگر مصحف در دنیا پهن شد و این مصحف هایی که قرآن هایی که حالا در خانه هر مسلمانی هست، از این نسخه ها که حضرت عثمان امر کردن و لجنه کاری یا گروهی کاری تأسیس دادن، از برکت کار حضرت عثمان است که امروز در دست ما این قرآن ها وجود دارد. استاد برگردیم به کتابت. کاتبان وحی که ها می نوشتند قرآن کریم را؟ کاتبان وحی در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم عددشان زیاد بود. حتی بعضی پژوهشگرها مورخان قرآن عددی آنها را به 43 نفر می رساند. 43 نفر. مشهورترینشان خلفای اربعه، 4 خلیفه مشهور حضرت ابوبکر و عمر و عثمان و علی می نوشتند. اینچنین حضرت معاویه می نوشتند، از کتاب وحی هستند. اینچنین حضرت زید بن ثابت از مشهورترین کاتبان وحی اینها هستند که حضرت زید مثلا خود نقل میکند که آنگونه که امام بیهقی روایت کردن میگه کنت جار النبی صلی الله علیه و سلم فكلما نزل عليه الوحي دعاني وكتبت الوحي. من همسایه پیامبر صلی الله علیه و سلم بودم، همین که این وحی نازل میشد پیامبر صلی الله علیه و سلم مرا جر میزدن، یعنی کسی را میفرستادن، من حاضر میشدم و وحی را مینوشتم. زیاد بودن نویسندگان وحی، از همه بیشتر حضرت زید بن ثابت و حضرت معاویه ابن ابی سفیان مینوشتن. بله. و این نوشته ها استاد همه نوشته شده در خانه پیامبر صلی الله علیه و سلم نگهداری میشدن. آنگونه که علما مورخین آوردن، از جمله صاحب صبح الاعشا فی صناعة الانشاء ذکر میکند این پاره های پوست و این تخت سنگ ها و این پوست های خرما که در هر چیزی که میسر میشد نوشته میشد در خانه پیامبر صلی الله علیه و سلم گذاشته میشد، حفظ و نگهداری میشد. صحابه ها همراه نمیبردن؟ یعنی صحابه ها برای خودشان نوشته ها داشتن غیر از این. این نوشته هایی که به امر پیامبر صلی الله علیه و سلم نوشته می شود
در خانه پیامبر صلی الله علیه و آله نگهداری میشد. اما هر صحابی به اختیار خودش آزاد بود می-نوشت برای خودش. یعنی ببینیم استاد گرچنده که تکیه پیامبر صلی الله علیه و آله و تکیه یاران پیامبر صلی الله علیه و آله بر حافظه است، بر خاطره است، از حرصشان، از شدتی یعنی محبتشان و از شدتی خواطر شدنشان که مبادا کدام آیه قرآن را فراموش نکنیم، برای تأکید بیشتر باز می نوشتن، جایی می ماندن. و این دقت و توجه فرستاده خدا صلی الله علیه و سلم برای کتابت قرآن، برای حفظ قرآن در همه مرحله های بعثتشان، نبوتشان یکسان بود. یعنی در آغاز بعثت، در عهد زمانی که در مکه بودن نیز کتابت میکردن و امر میکردن کاتبان وحی را که نویسن. اینچنین در مرحله که به مدینه هجرت کردن. از جمله چیزهایی که استاد به توجه پیامبر صلی الله علیه و آله و دقت ایشان به کتابت قرآن میکند، این قصه سراقه بن مالک است. زمانی که پیامبر صلی الله علیه و آله با ابوبکر و عامر بن فهیره هجرت میکردن. یعنی در این واقعه که معروف است سراقه بن مالک، وقتا قریش برای دستگیر کردن پیامبر صلی الله علیه و آله 100 شتر مکافات اعلان میکنند که این مکافات خیلی بزرگ است و سراقه بن مالک میخواهد صاحب این مکافات شود. آن زمان اسلام نآورده، پیگیری میکنند از دنبال پیامبر صلی الله علیه و آله و ابوبکر صدیق آمده به آنها میرسد. خلاصه که اسبش، پایهای اسبش در ریگ فرو میرود و نمیتواند به پیامبر صلی الله علیه و آله برسد. اینجا معجزه رخ میدهد و خودش میگوید آنگونه که در صحیح بخاری است: من دانستم که به آنها رسیده نمیتوانم، چیزی مانع من شده. و آنجا درک میکند که میگوید، خودش اعتراف میکند که فهمیدم که روز سیظهر امره، روز این غالب میشود، روز دین این همه جا پهن میشود. اینجا بعد از پیامبر صلی الله علیه و آله درخواست میکند که یکتب لی کتاب امان، یعنی یک عهدنامه برای من بنویس که روزی اگر ظفر یافتی، روزی اگر همه کشورها را فتح کردی، مرا کسی آسیب نرساند. یک نوشته برای من نویسید و امضا و مهر کنید. اینجا پیامبر صلی الله علیه و آله با عامر بن فهیره میگوید که برای سراقه بن مالک عهدنامه بنویس. یعنی اینجا ببینید که پیامبر صلی الله علیه و آله در سفر هجرت حتی ادوات کتابت همراه دارند. یعنی همراه میگیرن که مبادا اگر وحی نازل شود آن آیه های نازل شده را کتابت کنند. تا این درجه پیامبر صلی الله علیه و آله به کتابت قرآن توجه دارند. سبحان الله استاد، ببینید در آن زمان چقدر نوشتن، ادوات نوشتن دشوار بود. بله، اما هر لحظه پیامبر صلی الله علیه و آله کش میکردن. حتی در هجرت چنانه که فرموده نویسنده گرفتن. حاضر عصر خودمو ببینید استاد، چقدر مثلا هر کجا در هر خانه یک مصحف هست. بله، در تلفن ها قلم ها روچکه های هست که میمونه خودش میخونه. به چند زبان ترجمه شده، آماده شده. پلی مارکت مثلا تفسیر خواهی، تفسیر، ترجمه قرآن و دیگر عذر نیست که من قرآن خوانده نمیتوانم یا به قرآن نخواندن دیگر عذرم نیست استاد. یعنی هر بار که یک نفر مسلمانی از این نعمت برخوردار است و مصحف دسترسی است، در هر خانه می‌بینیم چند مصحف دارند و میخواند، باید این زحمت صحابگان رو پیش نظر آورد که این قرآن به یک زحمت‌های خیلی زیاده به ما رسیده. شخصان خدمت کردن به این کتاب که تا امروز به ما رسیده. درست است که خداوند وعده کرده که حفظش میکند، کفیل حفظ او خداوند بوده، لیکن بندگانی از خدا کمر همت بستند و خدمت این کتاب کردن، این را حفظ کردن تا به نسل‌های بعدی رسانند. در دوران شوروی مثلا یک نفر اگر میخواست فرزندش قرآن خوان میشد، اگر خانه میفروخت یا اینکه یگان نمیدونم بقای پرورش کرده میفروخت و یک نسخه قرآن خرید، یک ماشین را داده نسخه مصحف میگرفت مثلا. حالا باشد خیلی دسترس و خیلی ارزان شده. بله استاد، شما گفتید در دور حضرت ابوبکر صدیق جمع‌آوری شد و یک کتاب شد. چرا در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم جمع‌آوری نشد و در یک کتاب نوشته نشد؟ بله سوالی بجاست استاد. جواب سوال این است که قرآن در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم در حال نازل شدن بود.
یعنی هر شب و روز آیه جدیدی نازل میشد و سوره ها مکمل نبودن. یعنی این گونه نبود که قرآن نازل شود یک سوره مکمل از اول تا آخرش نازل شود، الا بعضی سوره ها چنین است. مثلا سوره یوسف علیه السلام در یک نزول از اول تا آخر نازل شده. دیگر اکثر قرآن چنین نیست. یعنی یک قسمتی سوره نازل میشد، بعد آن آیه های دیگری از سوره های دیگر نازل میشد، باز ادامه سوره قبلی نازل میشد. خودی پیامبر صلی الله علیه و سلم جای آیه ها رو تعیین میکرد، چون که جبرائیل ایشان رو میفهماند، چون که جبرائیل رو خداوند میگفت. ترتیب آیه های قرآن و ترتیب سوره ها اونگونه که علمای قرآن ساحه قرآن شناسی میگن توقیفی، یعنی از جانب خداوند تعیین شده است. بنابراین سوره نازل میشد نامکمل و سوره های دیگر آیه های دیگر نازل میشدند. سپس ادامه آن سوره نامکمل که نازل میشد پیامبر صلی الله علیه و سلم میگفت به یاران که این آیه ها را در پشت آن آیه ها گذارید، آیه هایی که در موضوع فلان است، در باب فلان حرف میزند، گفته جای آن آیه ها را تعیین میکردند. ولی این خاطر اگر قرآن نوشته میشد، اگر جمع آوری میشد، حالا مکمل نبود، سپس باز آیه های را باید جای آیه دیگر رو میگذاشتن، آیه های را باید محو پاک میکردن. و این چنین مسئله نسخ، یعنی بعضی آیه های قرآن هست که نسخ میشد، یعنی به حکمت خداوند تا مدت حکمی را نازل میکرد، بعد آن را نسخ میکرد، هم تلاوتش هم حکمش را. اینجا ضرورت میشد که باز دوباره بازنویسی شود، تکرار به تکرار باید می نوشتن. این چنین سبب دیگر در این است که میان آخرین آیه نازل شده از قرآن که آیه سوره بقره است و بنابر قول راجح واتقوا یوما ترجعون فیه الی الله، که امام ابن ابی حاتم روایت میکنند که پیامبر صلی الله علیه و سلم بعد نازل شدن این آیت همگی 9 شب زنده ماندند. یعنی میان آخرین آیه نازل شده قرآن و میان وفات پیامبر صلی الله علیه و سلم زمان خیلی کوتاه است که رسیدگی نمی شود که همه این قرآن که در چیزهای گوناگون نوشته شده جمع آوری شود. بنابراین طبیعی که بعد وفات پیامبر صلی الله علیه و سلم میماند این مثلا. این سبب و اون سبب‌های بالا در مجموع سبب‌هایی هستند که سبب شدن که قرآن در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم جمع آوری کرده نشد. یعنی امکان نداشت که جمع آوری شود. یعنی گفته میتونیم که استاد در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم قرآن کریم به پرگی مکمل نشده بود و آیات‌های نو به نو نازل میشدند و بعد وفات پیامبر صلی الله علیه و سلم که این تمام شد. احتمالی آیه تازه نازل شدن نبود، احتمالی منسوخ شدن کدام آیه نازل شده که از بین رفت، دیگر ضرورت این شد که قرآن را جمع آوری کرده شد. بله. استاد اصلا در آن زمان در دوره صحابه ها کتاب خودش یک چیزی رایج نبود. چی باعث گشت که صحابه ها قرآن کریم را جمع آوری کردند و در یک کتاب نوشتند در دوره حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه؟ بله استاد، این قضیه در احادیث صحیح وارد شده آمده، از جمله در حدیثی که امام بخاری روایت کردن از حضرت خود زید بن ثابت روایت کرده که زید میگوید روز مرا حضرت ابوبکر صدیق جیغ زد. زید میگوید چون رسیدم نزد حضرت ابوبکر، در حضورشان حضرت عمر حضور داشتند و ابوبکر میگوید به من گفت که من عمر آمده میگوید قد استحر القتل فی الیمامه بالقراء، در جنگ یمامه که جنگ است با مرتدها با پیروان مسلمه کذاب صورت گرفته در سال 12 هجری، آغاز خلافت حضرت ابوبکر. در این جنگ 70 تن از قاریان صحابه، حافظان قرآن از یاران پیامبر صلی الله علیه و سلم به شهادت رسیدند، از جمله امام مهاجران و قاری و جسته صحابگان سالم مولا ابی حذیفه در این جنگ به شهادت رسیدند. و این حادثه خیلی حضرت عمر را نگران میکند و نزد خلیفه میبیاید. حضرت ابوبکر آن زمان خلیفه است، میگوید در این جنگ این عدد زیاد از حافظان قرآن فوت دیدند و شهید شدند. این مسئله را برمیگردد به اینکه اعتماد صحابگان به حافظه بود، یعنی به خاطره بود، بر حفظ دلها بود، نه بر حفظ ورقها و پستها. وقتی که این عدد به شهادت میرسد، حضرت عمر به ابوبکر پیشنهاد میکند که اگر چنین شدن گیرد در هر جنگی، اگر اینقدر قاری ها اگر به شهادت رسند، من خواطر از اینم که
قرآن کم شود، آیه از آیه قرآن یعنی از بین رود. یعنی اینجا میبینیم که قاریان قرآن در صف اولی نبرد هستند. اصلا اهل قرآن باید چنین باشد. در نبرد جسمی یا در نبرد علمی، در نبرد فکری صاحب قرآن. قرآن برای این حفظ نمی شود که انسان نمیدونم در معرکه ها مولود خواند و قصیده خواند و آیه خواند و به گفته اقبال با آیاتش تو را کار جز نیست که از یاسین و آسان بمیری. قرآن، اهل قرآن، حافظ قرآن باید خادم دین باشد، باید انسانی در صف پیشی دین و دعوت در خدمت این کتاب باشد. خلاص وقتی حضرت عمر به حضرت ابوبکر پیشنهاد میکند که قرآن را در یک کتابی باید نوشته کنیم، حضرت ابوبکر میگوید چگونه کار را انجام دهم که پیامبر صلی الله علیه و آله انجام نداد. اما حضرت عمر میگوید والله انه خیر، یعنی این کار خیر است، کار خوب است. اینجا در این گفتگوی دو وزیر پیامبر صلی الله علیه و آله، دو تا از تن از خلیفگان راشد، نکته خیلی مهم هم هست استاد، که نه هر کاری رو که پیامبر صلی الله علیه و آله نکردن اون کار بد است و بدعت است. بله درست. یعنی حضرت ابوبکر میگه این کار پیامبر صلی الله علیه و آله نکردن، اما حضرت عمر میگن که اگر چنین نکرده باشند هم کار خوب است، کار خیر است. در ضمن کارهای می‌دارد که پیامبر صلی الله علیه و آله دائم می‌کردند. اینم از همون نوع کارهاست. والله انه خیر میگه فما زال یراجعنی حتی انشرح صدری. میگه حضرت عمر برای من این فکر را پیشنهاد کرد و مرا کوشش کرد قانع کند. در نتیجه میگه من انشرح صدری، منم دلم گرم شد که کار خوب است، قانع شدم. یعنی و زید را میگه که تو جوان هستی و تو وحی را کتابت میکردی در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله، لا نتهمک، که ما به تو اعتماد داریم. پیشنهاد من این که ان تجمع القرآن، قرآن را جمع کنی. در اون هر چیزی که نوشته شده در خانه پیامبر صلی الله علیه و آله گذاشته شده از آنها و این از دلهای همه یاران که حفظ میدانند قرآن را، این وظیفه بر ذمه تو. پیشنهاد ما این که قرآن را حفظ جمع آوری نمایی. زید اینجا سخنی جالبی میگه والله لو امرونی بنقل جبل من الجبال لكان اهون علی مما دعانی من جمع القرآن. اگر مرا امر میکردن که کوه را از جای به جای دیگر کوچانم، برای من سبکتر بود از این پیشنهادی که کردم. یعنی احساسی امانت نزد زید بن ثابت و نزد صحابگان که این کار خیلی کار کلان است، خیلی کار گران است. سخن خدا را باید تو جمع آوری کنی که تا روز قیامت مردم خوانند و با دل پر دانند که این همون وحی است که از آسمان نازل شده و پیامبر صلی الله علیه و آله و کسان جمع آوری کردن و در جمع آوری خطا نکردن. یعنی زید میگه اگر مرا فرمان میدادن که کوه را کوچانم، برای من سبکتر بود. و زید نیز این سخن را میگه، یعنی چگونه کاری را میکنیم که پیامبر صلی الله علیه و آله نکرد. حضرت ابوبکر میگه والله انه خیر، کار خیر است و زید را نیز قانع میسازند و زید بن ثابت این وظیفه را به عهده گرفته از پشت کار میشود. حضرت عمر اعلام میکند به یاران پیامبر صلی الله علیه و آله که هر کسی از پیامبر صلی الله علیه و آله آیه شده است حفظ میداند، نزد زید آمده به زید یعنی آن آیه را خواند. لیکن در این عمل یعنی اینجا شرط ها گذاشته شد. هم تو هر کس که می آمد من این آیه را میدانم گفته از او قبول نمیشد، الا اگر 2 نفر شاهدی میداد که این آیه در حضور پیامبر صلی الله علیه و آله نوشته شده. یعنی 2 نفر باید شهادت میدادن که این آیه قرآن است، در حقیقت پیامبر صلی الله علیه و آله را خواندن و در حضور ایشان نوشته شده بود. 2 شاهد باید باشد. بعضی علما 2 شاهد را یکی شاهد حفظ گفتن، یکی شاهد کتابت. یعنی آن آیه قرآن که میخواهند در مصحف در قرآن جا کنند باید هم نوشته شده باشد در یگان پوسته، در تخت سنگی، در هر چیزی. هم باید صحابگان آن را از یاد دانند. یعنی فقط به کتابت اکتفا نمی شود، اینچنین نه فقط به حفظ کسی اکتفا نمی شود، باید هم نوشته شده باشد و هم کسان آن آیه را حفظ دانند و تصدیق کنند. گرچه بعضی عالمان دیگر 2 شاهد را، یعنی 2 نفره که شهادت دهند تفسیر کردند. بدین این شکل حضرت زید این وظیفه مهم و گران را و این وظیفه بزرگ را انجام دادن و از عهدهش برآمدند و این قرآن نوشته شد و در دست خلیفه پیامبر صلی الله علیه و آله ابوبکر صدیق گذاشته شد و بعد وفات ایشان این مصحف در دست حضرت عمر قرار گرفت و بعد حضرت عمر در دست مادرمان حفصه بود.
تشکر زیاد استاد. بالاتر اشاره کرده بودیم که در دوره عثمان رضی الله عنه عثمان اینچنین نسخه برداری شد، گفته 4 یا 5 یا 6 نسخه برداری شد، تقسیم شد. چگونه در دوره عثمان رضی الله عنه نسخه برداری شد توضیح میدادید استاد؟ ولی استاد جمع حضرت عثمان جمع دیگر است و سببش هم دیگر است. آنگونه که گفتیم سبب جمع آوری شدن قرآن در زمان حضرت ابوبکر این به شهادت رسیدن قاریان قرآن و خوف از این که قرآن یعنی کدام آیه‌اش از بین نرود، حضرت عمر به حضرت ابوبکر پیشنهاد کردند و زید یعنی سفارش شد و این کار صورت گرفت. اما جمع آوری حضرت عثمان باشد استاد به یک مسئله قرآنی دیگر تعلق دارد که قرائات نام دارد، یعنی قرآن را به شکل‌های گوناگون خوانده می شود و این قضیه معروف است در علم. در حدیث‌های صحیح آمده پیامبر صلی الله علیه و آله میگویند که خداوند مرا اجازه داد که قرآن را به 7 حرف یعنی به 7 شکل بخوانم. خلاصه وقتی که حضرت حذیفه بن الیمان صحابی جلیل در نبردهای منطقه آذربایجان و این طرف‌ها شرکت دارد، ببیند که مردم با قرائت‌های گوناگون می‌خوانند، چون که صحابگان از پیامبر صلی الله علیه و آله این قرائت‌های گوناگون را میشنیدند و حفظ می‌کردند. چون در آن منطقه وقتی که میدید که قاری یا که شخص به یک شکل میخواند که شخص دیگر شکل خوانده او را قبول ندارد، میانشان نزاع و نافهمی ها صورت میگرفت. حضرت حذیفه نزد حضرت عثمان آمدند و این در آخرهای سال 24 و اولهای سال 25 صورت گرفت. گفتن ادرک هذه الامه قبل ان تختلف في كتابها كما اختلفت اليهود والنصارى. به این امت رسیدگی کن پیش از اینکه اختلاف کنند در کتابشان آنگونه که یهود و نصارا اختلاف کردند. یعنی این مشکل را راه علاجش را پیدا کن گفته به خلیفه پیشنهاد کردند. حضرت عثمان زید بن ثابت را جیغ زدند و یک گروه کاری تأسیس دادند که عبارت بود از خود زید بن ثابت و عبدالله بن زبیر و سعید بن العاص و عبدالرحمن ابن حارث ابن هشام. به این گروه کاری حضرت عثمان ذوالنورین سفارش دادند که از آن قرآنی که از دست مادرمان حفصه خودشان حضرت عثمان درخواست کردند گرفتند، گفتن از این قرآن‌های دیگری نسخه برداری کنید برای شهرهای مسلمانان فرستید. و این گروه کاری این کار را کردند و بعد آنی که نسخه برداری شد بر روایت 4 نسخه، بر روایت 5، بر روایت دیگر 6 به مکه و شام و یمن و بصره و کوفه فرستاده شد و به مصر اینچنین و یک نسخه در مدینه باقی گذاشته شد و این مصحف ها تا حال در آثارخانه های دنیا وجود دارد. مصحف هایی که زمان حضرت عثمان به امر این خلیفه نوشته شد. اینجا حضرت عثمان با این عملشان خواستند قرائت های قرآنی با هم نزدیک باشند و امت در تلاوت قرآن با هم نزاع نکند، ولی در نزاع را بست رضی الله عنه و فرمان داد که آن چیزهایی که قرآن نوشته شده بود قبلا در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم یا هر صحابی که برای خودش مصحف ها داشت، مثلا حضرت مادر عایشه مصحف داشتن، حضرت زید خودش مصحف داشت، حضرت عبدالله بن مسعود مصحف داشتن، ابی بن کعب مصحف داشتن، هر یکی برای خود قرآن داشتن نوشته بودن برای خواندن خودشان، تکرار خودشان و دیگر صحابه های دیگری نیز داشتن، یا قرآن مکمل یا سوره های علاهیده جزءا. حضرت عثمان فرمان صادر کردند که هر کسی قرآنش را باید بسوزد تا قرائت ها تلاوت ها یک گونه شود و امت متحد شود و این امر اجرا شد. حتی حضرت ابن مسعود عبدالله ابن مسعود که راضی نشد به سوختن قرآنش، در نهایت راضی شده قرآنش را سوزاند و این عمل حضرت عثمان در حضور همه صحابگان صورت گرفت و صحابگان خوب پذیرفتند این عملی او را و کسی بد نگفت و خود گفتیم یگانه کسی که راضی نشد این حضرت ابن مسعود بود که در نهایت اونم راضی شده قرآنش را سوزاند و قرآن هایی که دیگر سرچشمه اساسی و مرجع قرار گرفت همین قرآن هایی که نسخه برداری شده بود به دست همین گروه کاری که با سرداری زید بن ثابت عمل میکرد و این کار بزرگ را انجام داد و این عمل حضرت عثمان نه تنها صحابگان پذیرفتند یا انکار نکردند بلکه تحسین میگفتند. مثلا حضرت علی رضی الله عنه آنگونه که امام ابن ابو داود در کتاب المصاحف آورده میگفتند رحمت خدا بر عثمان باد. او کسی است که اولین بار
مصحف را جمع آوری کرد، امت را بر این مصحف ها سرجم نمود. خدا از او راضی باشد و رحمت الله علی عثمان در روایت رحمت خدا بر عثمان باد که این کار بزرگ را انجام دادن. رضی الله عنهم اجمعین. آمین. استاد تشکر زیاد، خیلی معلومات های جالب و انشالله امید داریم که بینندگانم یک بهره گرفتند و با همین انشالله برنامه امروز را با آخر میرسانیم و با بینندگانم خداحافظی میکنیم. خداوند کند که ما این زحمت صحابگان و چگونه برای دسترس نمودن قرآن کریم برای ما و شما اینقدر زحمت کشیدند آن را قدر کنیم و در این ماه نزول قرآن بیشتر آشنا گردیم و امیدواریم که از این معلومات هایی که استاد ذکر کردن ما و شما زیادتر با قرآن نزدیک شدیم و آشنایی پیدا کردیم. تا برنامه های آینده خداوند نگهبانتون.